در جامعه شخصانی هستند که بسیار ساده و زودباور. بعضی همون فکر میکنیم این گونه شخصان بسیار احمق هستند. نه دوستم، غلط کرده ای. این گونه شخصان بهترین شخصان در روی زمین هستند. آنها فکر میکنند که همه در سینه هاشون قلب دارند. هر کار خوبی را که انجام میدهند خاص به خاطر رضایی الله انجام میدهند. روی راستند، دروغ نمیگن. دوستان، قلب آنها جایگاه الله است. کوشش کنیم قلب این گونه شخصان را نشکنیم. این گونه شخصان دوست داشتنی و در خاطرات زندگی ما ماندنی هستند انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله. در این روزهای به شمار مانده رمضان ای بنده، تا توانی روز و شب نام خوشش تکرار کن، جام دل را از می ارمان او سرشار کن. آیت شکر و دعای خیر هر ساعت بخوان. همین شب ترک غفلت کن عزیزا، چشم دل بیدار کن، لااقل یک شبی که خداوند در کلامش میگوید که استعیذ بالله انا انزلناه فی لیلة القدر، با درستی که ما قرآن را شب قدر فرو فرستاده. یک شب برادر 1000 شب نیست، لیکن لیلة القدر خیر من 1000 شهر. شب قدر بهتر است از 1000 ماه. چقدر تحفه خوبه. پس خوش به حالت ای شخص شب زنده دار. السلام علیکم و رحمت الله. یک دوستم فرمود برادر عاشق شده ای؟ فرمودم بله برادر. فرمود دوستش می‌داری؟ گفتم بله. فرمود در یک روز چند بار به دیدارش می‌روی؟ لبخند زدم و فرمودم 5 مرتبه. گفت آن کیست که تو در یک روز 5 مرتبه به دیدارش می‌روی؟ خوش به حالش. فرمودم این نماز است. هر آن کسی که عشق به نماز ببندد الله متعال دنیا و آخرتش را آباد می سازد. مسک گفتم بگیر رشوت، بگفتا از خدا ترسم. بگفتم پول به دست آور، بگفت از ناروا ترسم. بگفتم ای سگ نادان چرا میترسی از رشوت؟ بگفت در روز رستاخیز ز اشک آن گدا ترسم. بگفتم ای سگی ترسو چی میدانی ز رستاخیز؟ بگفت مخلوق آن ذاتم، من از روز جزا ترسم. بگفتم قصرها دارد نگر انسان رشوت خور. بگفتا واژگون گردد به باده، از پناه ترسم. همین یک استخوان را ز مردم بارزا خواهم، سگم اما همین دانم ز مال نارضا ترسم. پیام من ز نام سگ به هر انسان رشوت خور، به خود گوید نمیگویم ز ذات کبریا ترسم. آیا میخوای که زنت خدا ترس و با ایمان باشد؟ آیا میخوای که زنت 5 وقت نماز خوان باشد؟ آیا میخوای که زنت با احترام به پدر و مادر و احترام به خود داشته باشد؟ پس برادر اهل اسلامم، یکم خود را اصلاح نمو. اول خودت 5 وقت نماز خوان باش. اول خود احترام به پدر و مادر خود داشت. اول خودت به زنت خیانت نکن، زیرا الله متعال در قرآن عظیم‌الشان می‌فرماید در سوره نور زنان ناپاک برای مردهای ناپاک لایقند و مردهای ناپاک برای زنهای ناپاک لایقند و زنان پاک برای مردهای پاک لایقند و مردهای پاک برای زنهای پاک لایقند. بیشک الله وعده خلاف نیست. برادرای اهل اسلام، بیا هر یکی ما خودم را برای زنهای صالحه آماده بسازیم. الله متعال در هر گوشه کناری باشد برای ما زنهای پاک آماده می‌سازد. سلام علیکم و رحمت الله.